با سلام گرم از پراگ با همه دوستان و بینندگان بینیاد گرامی رادیو زودی نوید بومدودی است تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. خب امروز 28 اپریل و ساعت با وقت پراگ 7 صبح است. رو میاریم به خبرها. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در مرکز طبی به نام کریم احمدов معروف با نام یکم سویتسکی در دوشنبه 319 نفر با گمان بیماری التهاب شش بستری شدند که نیمی از آنها کارمندان تیپ هستند. به اطلاع مقامات تا امروز 11 نفر فوت دیده، 107 کس شفا یافتند. یک گروه دیگر برای رخصت شدن از بیمارستان آمادگی میگیرند و 8 نفر در شعبه احیا میباشند، میگوید خورشید رستمزاده مدیر مرکزی طبی به نام کریم احمدов. و روز 27 اپریل در صحبت با رادیو زودی از این بیشتر جزئیات نداد، ولی باید گفت که مرگ پای همین چند نفر از پنیمونیا و دفن آنها زیر چاره‌های سخت شبهه ها را بیشتر کرده است که مقامات توجیک واقعیت را درباره بیماری همگیر کووید 19 به شکل کامل بیان نمی‌دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در کشور یگان حالت سیریتی کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. در همین حال یک وکیل دفاع و یک پزشک اویلوی در نویه جبور رسولов درگذشتند. مقامات رسمی هنوز درباره این مرگ‌های مرموز شرح نشر نکردند، ولی خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از منبع‌های خود میگوید کرونا ویروس به تاجیکستان آمده است و حکومت در صدد اعلام کردن موجودیت آن در کشور میباشد. صبح 27 اپریل وکیل دفاع کامل جان عبادالله زاده که چند پیش از شهر دوشنبه برگشته بود در بیمارستان مرکزی نویه جبور رسولov ولایت سوخت درگذشت. این جوانی 39 ساله به گفته پزشکان بیمارستان از التهاب شش یا پنیمونیا فوت دیده است. نزدیکان عبادالله زاده میگویند وی با تب بلند روز 23 اپریل بستری شد و در 4 روز وضعش به اندازه سنگین شد که 27 اپریل جان داد. از درگذشت این ساکن نویه جبور رسولov در حال خبر میرسد که کارمندان رادیو زودی به تحقیق خبرهای فوت یک پزشک این نویه مشغول بودند. بنا به خبرهای رسیده شب گذشته طبیب 68 ساله نبی جان اوتایف پس از 3 روز تب کردن در منزل خودش درگذشته است. این کارمند پیشینه بیمارستان مرکزی نویه جبور رسولov ولایت سوخت سالهای آخر به صفت دکتر اویلوی در مرکز تندرستی میرگان در بینای روبروی بیمارخانه مرکزی کار میکرد و با پزشکان نویه تماس داشت. ضمناً دیروز نماینده سازمان جهانی تندرستی در صحبت با رادیو زودی گفت که حادثه های زیادی پنیمونیا به شبهه آنها را نیز نگران کرده است. گالینا پریفیلووا میگوید هیئت فنی سازمان آخر هفته جاری وارد تاجیکستان میشوند. قرار است هواپیمایی که 1 می به فرانکفورت رود هنگام بازگشت دیپلمات‌های اروپایی را می‌آورد. سفر هیئت فنی سازمان جهانی تندرستی در حال صورت میگیرد که پشتیبانی و انتقادها از کار سازمان در تاجیکستان هرچی بیشتر صدا می‌دهد. مقامات تندرستی کشور تا هفته پیش با تکیه به سخن‌های گالینا پریفیلووا رهبر دفتر سازمان جهانی تندرستی در دوشنبه با تکرار می‌گفتند که کرونا ویروس نو به تاجیکستان راه نیافته است. خود پریفیلووا آخر هفته گذشته گفت هیچگاه 100% نگفته است که در تاجیکستان کرونا ویروس وجود ندارد. پریفیلووا در صحبت با رادیو زودی روز گذشته درباره احتیاجات ضروری تاجیکستان گفت که حالا پیش از همه سر و لباس حفاظتی به کارمندان تیپ ضرور است، چون که آنها در فضای خطرناک کار میکنند. داروهای ضد ویروسی لازم میباشد. به دستگاه‌های نفس‌کشی صنعی یا خود EVL نیاز داریم و هم باید برای توسعه جایهای خواب یا بستری کردن بیماران آماده شویم. طوری همسایه‌های ما میکنند. آنها بلاک‌های اینفکسیونی میسازند. ما نمیدانیم که وضع چگونه میشود، ولی با پیامدهای ناخوش و یا سیناریوی بدترین باید آماده شد، خلاصه کرده است پریفیلووا. صحبت مفصل گالینا پریفیلووا میتونید در سامانه رادیوی آزادی بخونید. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمتالله زویرов اظهار داشت که کرونا ویروس کی هاست به تاجیکستان آمده است و حالا کشور مرحله سوم سیریتیابی خود را پس سر میکند. در یک بیانیه در شبکه اجتماعی فیسبوک رحمتالله زویرov میگوید ویروس کرونا هنوز در ماه ینور به واسطه تاجرانی که به چین سفر کرده بودند وارد تاجیکستان گشت و از آنها به افرادی گذشت که با این صاحبکاران در تماس بودند. بیماری به اندازه کافی عمومی گشته بود، اما تنها
از یک نمود ویروس یعنی چینی نوشته است رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و افزوده است موجودیت تنها یک نمود ویروس آمیزش و شورش آن و عفون یا اپیدمی را به میان نمیآورد. با عقیده رحمت الله زائیرов مرحله دوم ورود ویروس کرونا به تاجیکستان هنگام بازگشت زائران از سفر حج به وقوع پیوست. هرچند آنها تحت کرانتین قرار یافتند، برخی هم برای خویش و تباربازی یا رشوت بیرون آمدند و دیگران را سرایت کردند. با این سرایت طوری که زائیرов می‌افزاید آنها نیز مساعدت کردند که از کشورهای دیگر آمدند و توانستند خود را از کرانتین رها کنند. بیماری شکل خاص ندارد و با التهاب شش یا پنیومونیا و سرایت گرده ها و غیره از خود خبر می‌دهد. رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید کشور حالا دوره سوم سرایت کرونا ویروس را از سر می‌گذراند و ما را به اندازه زیاد این نجات می‌دهد که اکثریت اهالی از رسانه‌های اخباری عام معلومات ضروری را دسترس نموده چاره‌های پیشگیری کننده و احتیاط را برآوردند. اعتراف کرده نشدنی موجودیت کرونا ویروس را در تاجیکستان رحمت الله زائیرov به حمایت دختران از موقع گیری پرزیدنت امالی رحمان بستگی می‌دهد و آن را مناسبت غیر کسبی و شبکوری می‌نامد و پیشنهاد می‌کند که به زودترین فرصت کرانتین سرتاسری اعلان و برای این همه امکانات و مبلغ‌ها سفربر کرده شود. حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان به نامنویس کردن ساکنان پرداخته است که از پایتخت و منطقه‌های دیگر کشور به اینجا آمدند. این بخش از چاره‌های پیشگیری از سرایت بیماری همگیر کووید 19 میباشد. مقامات تاجیکستان میگویند تاکنون در کشور کسی به کرونا ویروس نو سرایت نشده است، اما چاره‌های جلوگیری از آن را سخت‌تر کردند. سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان غالب نیتبکov روز 27 اپریل گفت مسافران را در دروازه معاینه و نامنویس میکنند، ولی تا حالا در خود ولایت یگان مورد سرایت ساکنان با کرونا ویروس آشکار نشده است. در همین حال راننده هایی که در روز دوشنبه خروق مسافر میکشونند گفتند شماره خواهشمندانی که به پامی رفتن میخواهند افزوده است. روزهای اخیر مسافرانی که میخواهند از دوشنبه سفر کنند خیلی زیاد است، ولی ماشین تقریبا نیست. امروز قریب 20 ماشین خالی از خروق برای آوردن مسافران به دوشنبه رفت، گفت نسیم راننده محلی. ضمن در شبکه‌های اجتماعی ساکنان منطقه از همشهریانشان درخواست کردند که پایتخت را ترک نکنند و برای خویشاوندانی که در پامیر زندگی میکنند خطر ایجاد ننمایند. شهرداری پراگ تصدیق کرده است که 24 ساعت زیر حمایه افسران پلیس قرار دارد. این حادثه بعد از آن روی داده است که یک مجله چخی درباره هدف حمله روسیه قرار گرفتن او و یک منصبدار پراگ گزارش نشر نمود. در صحبت با رادیوی اخ مسکو در تاریخ 27 اپریل شهردار پراگ زینیک هریب گفت که او و یک منصبدار دیگر همچون هدف مستقیم قرار گرفتند و از این روز زیر حمایه پلیس میباشند. هفته‌نامه با نفوذ ریسپکت جمهوری چخ گزارش داد که شهردار پراگ و رئیس منطقه ششم پراگ آندری کولار هدف جاسوسانی روس میباشند که میخواهند آنها را زهرآلود کنند. طبق گزارش‌های رسیده وزیر کار خارجه چخ توماش پتریچک به سفیر روسیه هشدار داده است که اگر این دو منصبدار واقعا مورد حمله قرار بگیرند این عمل برای روسیه پیامدی خواهد داشت. چند پیش منطقه ششم پراگ کوچه‌ای را که در آن سفارت روسیه قرار دارد به نام پیشوای کشته شده مخالفین کرمل بوریس نیمتسوف نامگذاری کرده بود. همچنان کرمل از برکندن مجسمه مارشال روس کونف از منطقه ششم پراگ خشمگین شده بود. بعد از این حادثه روابط میان پراگ و مسکو تشنج یافته. آوازها زیاد بودند که در پس حمله های کیبرنتیکی بالای اداره های جمهوری چخ روسیه قرار دارد. تا حال منصبداران جمهوری چخ درباره طرح زهرآلود نمودن منصبداران این کشور توضیح نشر نکردند. وبسایت اخبار کوم از قبل خبرگزارهای روسی از آشوب مهاجران در بازداشتگاه کولتسوی یکاترینبورگ اطلاع می‌دهد. به قول منبع به ترتیبی‌ها دیروز از طرف مهاجران اکثرا تاجیک و با طلب هرچی زودتر به وطن فرستادن آنها صورت گرفته است. برای فرو نشاندن آشوب نیروهای ویژه پلیس را به جای حادثه فرستادند. امبودسمن ولایت سوردلوفسک تاتیانا میرزلیاکووا گفته است سبب اساسی دست به چنین اعتراض زدن مهاجران بازداشت شده از انتظاری زیاد دلگیر و بی‌طاقت شدن آنهاست. او گفت در این بازداشتگاه 130 مهاجر نگاه داشته می شود که 100 نفرش از تاجیکستان بودند و اکثریت آشوبگران نیز مهاجران تاجیک هستند.
мерзликова афзуд онҳо хеле норозиянд ва чунин эҳсос мекунанд ки ҳаққашон поймол шудааст. Як ҳавопаймо бо ихроҷшудаҳо ба Узбекистон парвоз кард. Мо дар он 152 нафарро фиристодем. Як ҳавопаймо муҳоҷирони қирғизро ба Қирғизистон бурд, вале ҳеҷ не ки ҳавопаймо аз Тоҷикистон биёяд. Муҳоҷирони тоҷик аз интизори зиёд дар боздоштгоҳ хаста шудаанд, гуфт Татьяна Мерзликова. Дар ҳамин ҳол Валерий Горелих, сухангӯи полисияи вилояти Свердловск, гуфт муҳоҷирон дар боздоштгоҳ ба бадани худ осеб расонда талаб доштанд ки ба онҳо имкони истифодаи озодона аз телефону гаджетҳо дода шавад, то ки дар ин рӯзҳои пуртаҳаллука бо хешу табори худ тамоси доим дошта бошанд. Горелих ҳамчунин хабар додааст ки дар ин бетартибиҳо 4 муҳоҷири аз 25 то 32 сола осеб диданд. Ба 3 нафари онҳо дар ҳамон ҷо ёрии тиббӣ расонда шудааст. Яке дигарро ба бемористон бурданд, вале баъди табобат боз ба боздоштгоҳ оварданд. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз ба шумо маълумот медиҳам ки аз тарафи Бонки Миллӣ ин гуна муайян шудааст: $1 10 сомониву 24 дирам аст, 1 евро каме беша аз 11 сомонӣ арзиш дорад. Имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 137 сомониву 30 дирам таъин гардааст ки нисбати рӯзи гузашта 1 сомонӣ зиёдтар мебошад. Ин чанд хабари тозае буд ки хостам дар ин субҳ барвақт ба шумо бигӯям. Бинандагони азиз, ва умедворам ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ кардед ва ҳамин гуна ман шуморо дар нашрҳои баъдии мустақим منتظر خواهم بود با خبرهای نو و گزارش‌های تازه. تشکر میگم که با ما هستید و روزی با براری داشته باشید و اگر میخواهید به عنوان رادیو آزادی نوار بفرستید لطفاً وقتی ثبت گیری از الفاظ قبلی استفاده نکنید تا اینکه ما توانیم این نوارهای شما را پخش کنیم. در صورت غیر استفاده این نوارها غیر امکان است. باقی سلامت باشید و تا ملاقات بعدی. خدا نگهدارت.